پس هنوز تفاله قهوه‌تون رو می‌ریزی دور. 3 روز پیش یه ویدیو راجع به پرورش قارچ خونگی با استفاده از تفاله قهوه گذاشتم. حالا اونقدر درخواست‌های رفیقای گلم زیاد بوده که می‌خوام این روش جذاب و کاربردی رو به صورت کامل آموزش بدم. می‌خوام همتون حتما آخر ویدیو رو ببینید. یه حرف خیلی مهم دارم. برو بریم. قارچی که از تفاله قهوه در خونه پرورش میدین طعم و کیفیتی داره که هیچ وقت در قارچ‌های فروشگاهی نظیرش رو ندیدین. تفاله قهوه یک بستر پاستوریزه عالی برای رشد قارچ خوراکیه، یک منبع کربن و نیتروژن بسیار غنی که از رشد باکتری‌ها، قارچ‌ها و حشرات رقیب جلوگیری میکنه و مراحل رسیدن به یک قارچ خوراکی خوشمزه رو خیلی کمتر و سریع‌تر میکنه. برای این کار شما نیاز به تفاله قهوه مرطوب و بذر قارچ خوراکی دارید که خیلی ارزونه. همین الان از تروب میتونید سفارش بدید. به نسبت حجمی که نیاز دارید یک ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای انتخاب کنید. بذر قارچ رو با تفاله قهوه به نسبت 1:10 ترکیب کنید و انتهای ظرف بریزید. روی ظرف رو به خوبی بپوشونید تا رطوبت بستر حفظ بشه. بعد از 24 ساعت یک تیکه مقوا، پنبه، خاک‌اره یا هر چیزی که خاصیت جذب آب و خشک کنندگی داشته